اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المعصومین، لا سیما بقیة الله عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعن علی اعدائهم اجمعین. در ادامه صحبت نسبت به جایگاه اعتقادی حضرت زهرا سلام الله علیها با تأکید بر حدیث بضعة الرسول به این نتیجه رسیدیم که استفاده و برداشتی که در روایات از این مقام شده است این است که جایگاه حضرت زهرا جایگاه پیامبر است، یعنی مقام حضرت زهرا مقام پیامبر است. البته لا یخفا که نبوت و امامت در حضرت زهرا نیست، ولی حجت الهی هستند، به طوری که در جلسه سابق از داستان ابولبابه به این نتیجه رسیدیم که پیامبر این توقع را داشتند که با توجه به حدیث فاطمه بضعة منی قسم ابولبابه که باید فقط و فقط پیامبر بیاید به سبب حضرت زهرا هم هیچ اشکالی ندارد و حنس قسم و خلف قسم نمی شود، بلکه حضرت زهرا سلام الله علیها بضعة الرسولن. اگه قسم خورده ای که پیامبر بیایند و این زنجیرها و تنابها رو من به بشارت ایشان باز بکنم، اگه حضرت زهرا هم آمدن مانند این است که پیامبر آمده اند. این یکسانی و همسانی مقام پیامبر با حضرت زهرا سلام الله علیها یه مقام بلندی را و یه معنای بسیار بزرگی را برای حضرت زهرا ثابت می کند و آن این است که ایشان با توجه به عصمت کبرا و مقام حجیتشون هدایت امت به عهدهشون هست و مرجع دینی امت هستند، حجت الهیه هستند. این مقامی است که نسبت به حضرت زهرا هست. این استدلالات در لابلای تاریخ در کلمات بسیاری گفته شده است. من یه نمونه دیگه از بیاناتی که در تاریخ اهل سنت و همچنین در تاریخ ما در روایات ما رسیده عرض بکنم که به مقام بضعة الرسول علماء بزرگ حتی از تابعین شخصیت های بزرگ توجه جدی کردند. یه نمونش داستان عمر ابن عبدالعزیز است. در این داستان عمر ابن عبدالعزیز که در روایات شیعه است، بهار الانوار جلد 43 صفحه 39 نقل کرده، شخصی است به نام سهل ابن عبدالله میاد جاء الی عمر ابن عبدالعزیز، بیان می کند ان قومک یقولون، گروه تو قوم و عشیره تو این گونه میگویند انک تؤثر علیهم ولد فاطمه، تو بر اینها که قوم خودت هستند عشیره خودت هستند فرزندان فاطمه رو برتر میداری، بالاتر قرار میدهی، بیشتر اکرام میکنی. فقال عمر ابن عبدالعزیز گفت سمعت الثقة من الصحابه، از صحابه مورد وثوق شنیدم که ان النبی صلی الله علیه و آله قال فاطمه بضعة منی یرضینی ما ارضاها و یسخطنی ما اسخطها. فاطمه زهرا سلام الله علیها بضعه پیامبر است که رضایت او رضایت پیامبر، سخط او سخط پیامبر است. عمر ابن عبدالعزیز به این جناب سهل ابن عبدالله گفت فوالله انی لحقیق، سزاوار است ان اطلب رضا رسول الله و رضاه و رضاها، رضای خدا، رضای پیغمبر اول گفت، رضای خدا و رضای حضرت زهرا رو طلب بکنم در رضایت ولدش، فی رضا ولدها. من به دنبالی هستم،
مقام بضعة الرسول مقامی است که ثابت می کند رضایت پیامبر، رضایت حضرت زهرا رضایت پیامبر است، غضب حضرت زهرا غضب پیامبر است. همچنین وقتی آمدند پیش عمر ابن عبدالعزیز که نامه بنویس که فدک برگشت کند به فاطمه زهرا و اولاد حضرت زهرا، نکته جالبی در نامه عمر ابن عبدالعزیز است. این نامه رو نوشته، کی نقل کرده؟ المسترشد طبری صفحه 506 این نامه نوشته شده است که دوات و قرطاسی خواست و کتب بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما رد عمر بن عبدالعزیز ظلامت محمد بن علی. اون ستمهایی که به محمد بن علی امام باقر سلام الله علیه، چون در زمانش امام باقر بوده است، ستمهایی که به این اهل بیت شد میخواد برگرداند. ظلامت محمد بن علی فدک رو میخواد برگرداند، سمکان هر مقدار که باشد به هر جایی که باشد، یجب علی الامت ان ینصروها ولا یخذلوها ولا یکذبوها. این ظلامه رو نباید کسی تکذیب کنه، نباید کسی خذلان کنه، ترک کنه. یعنی همه باید تعهد بدن که فدک مال حضرت زهرا و فرزندانش است. چرا این گونه است؟ فان فاطمه بضعة من رسول الله. استدلال می کند برای این که فدک حق حضرت زهرا بوده است به این که فاطمه بضعة الرسول بوده. یعنی با اینکه عمر بن عبدالعزیز در زمان پیامبر نبوده، با اینکه اون زمان رو درک نکرده و بعدش رو هم درک نکرده است، در زمان تابعین است، اما در این حال به استدلال قول پیامبر که فرمود فاطمه تو بضعة منی استدلال می کند و می گوید لا تدعی غیر حقها. فاطمه زهرا غیر حقش به هیچ وجه ادعا نخواهد کرد. این استدلال به بضعة الرسول در کلام عمر بن عبدالعزیزه. عرض کردیم علمای اهل سنت هم به این مقام اعتقادی در شخصیت حضرت زهرا اعتراف دارند. یه نمونه‌ای که میخوام در این جلسه باز از علمای اهل سنت عرض بکنم، کلام آلوسی بزرگ تفسیر در اهل سنت و همچنین قاضی شخصیت بزرگی است، قاضی و مفسر است آلوسی، در کتاب معروف روح المعانی جلد دوم صفحه 149 بیان کرده است، گفته است که این روایات که میگوید حضرت زهرا سیده نساء عالم خودش است، آیا دلالت دارد که مریم برتر از حضرت زهرا باشه؟ ایشان به این نتیجه میرسد، میگه خیر. چرا؟ چون حضرت زهرا درست سیده نساء عالم خودش هست، ولی ما روایت داریم حضرت زهرا سلام الله علیها افضل تمام این زنان هست. چطور؟ میگه وقیل المراد نساء عالمها فلا یلزم منه افضلیتها علی فاطمه. لازم نمیاد که افضل باشد حضرت مریم بر فاطمه. خب این مؤیدم داره، بله، و یؤیده ما اخرجه ابن عساکر. ابن عساکر در تاریخ مدینه دمشق این مطلب رو روایت کرده است از ابن عباس از پیامبر که فرمود اربع نسوة سادات عالمهن، سادات زمان خودشون هستن، مریم بنت عمران، آسیه بنت مزاحم، خدیجه بنت خویلد و فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله. بعد در خاتمه روایت پیامبر فرموده است و افضلهن عالما فاطمه صلوات الله علیها. ادامه میده آلوسی، به اون کلامش هنوز نرسیدیم که استدلال میکنه بر بضعة الرسول. خیلی زیباست این استدلال. آلوسی میگه والذی امیل الیه، اونی که من به سمت او میل دارم این است ان فاطمه البتول افضل النساء المتقدمات و المتأخرات، افضل زنان گذشته و زنان آینده است. چرا؟ من حیث انها بضعة رسول الله.
آلوسی میگه چون بضعه رسول است چنانچه رسول افضل متقدمین و متأخرین است، حضرت زهرا هم افضل متقدمات و متأخرات است. بعد میگوید ازل بضعیه من روح الوجود و سید کل موجود لا اراها تقابل بشیء. بضعه سید عالم، بضعه روح وجود که پیامبر اکرم هستند، اساساً مقابله با چیزی نمی کند. و عین الثریا ید المتناول، ثریا، ستاره ثریا به دست کسی نمیرسه. بعد میگه خب روایت داریم، این روایت چیکار کنیم که روایت شده از خذوا ثلث دینکم من الحمیرا، 2/3 دینتون رو از حمیرا، که این از کنایه هایی بوده است که نشانه مذمت هم بوده است نسبت به عایشه، که 2/3 دینتون از عایشه بگیرید. آلوسی اول اشکال میکنه در سند این روایت که اصلا معلوم نیست این سند این روایت باشد و به ما رسیده باشد. بعد میگه در ادامه بسیار زیباست، میگه اگرم سند این روایت تمام بشود، نکته مهم این است که پیامبر میدانستند که حضرت زهرا عمرشون خیلی باقی نمانده است در این دنیا، ایشان هم بعد پیامبر ملحق میشوند به خود پیامبر اکرم. و الا اگر پیامبر میدانست که حضرت زهرا میمانند، میفرمود خذوا کل دینکم من الزهرا. عبارت آلوسی رو ببینید، آلوسی میگه یمکن اخذ الدین منها فیه ولو علم، اگر پیامبر میدانست که حضرت زهرا میمانند. اول میگه ولعلمه صلی الله علیه و آله و سلم، که آل رو ما اضافه میکنیم، انها لا تبقى بعده زمنا معتدا به، حضرت زهرا زمان زیادی نمیمونند که یمکن اخذ الدین منها فیه، در اون زمان لم یقل فیها ذلک، نفرمودن این مطلب در مورد حضرت زهرا. ولو علمه، اگه میدونستن باقی میماند، لربما قال خذوا کل دینکم عن الزهرا، همه دینتون از حضرت زهرا بگیرین. الا ان قوله، خیلی زیباست کلام آلوسی که از مقام بضعت الرسول چه استفاده ها کرده است، که میگه قول پیامبر که گفته فرموده است انی ترکت فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی لا یفترقان، تا آخر یقوم مقام ذالک الخبر. اصلا نگفته باشه، نه اینجوری نیست، گفته است، نفرموده خذوا دینکم عن کل دینکم عن الزهرا، ولی بیانش در حدیث ثقلین است، کیفه ولا فاطمه رضی الله تعالی عنها سیدت تلک العتره، بزرگ این عترت است. پس تمسک به حضرت زهرا که بضعت الرسوله، تمسک به مقام حضرت زهرا و مرجعیت دینی حضرت زهرا که مقتضای حدیث ثقلین و استفاده های دیگری که می شود کرد، همه و همه به تعبیر آلوسی مقام و جایگاه بلند اعتقادی ایشان رو برای ما ثابت می کند. خداوند متعال ما را از شیعیان حضرت زهرا سلام الله علیها قرار بدهد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.